دارم سوپ درست میکنم. مرغ تیکه تیکه کردم، هویج رنده کردیم، جوپرک زدیم، بعد سبزی‌های معطر، سبزی گشنیش، جعفری با تبه اینم اضافه میکنم. بعد به هم میزنیم. یه خورده قارچ هم ریختم. از طرز تهیهش مرغ رو تیکه تیکه میکنیم، بعد هویج رنده میکنیم، یه پیاز خرد خرد، بعد جوپرک میزنیم، یه خورده قارچ، بعد سبزی میزنیم. این هم سوپ خوشمزه‌ای که درست کردم، هنوز گذاشتم آماده بشه بپزه، بعد انشالله سرو کنیم ببینیم چطور.